سلام عرض میکنم با همه شما مخلصون. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. ما فردوس خورسندم. رفتیم. دسته یوونتوس امشب نهمین چمپیونی پای در پای خود رو در سری آ استقبال گرفت. سرول برای هوادارش تهنیت میگویم. 9 سال اخیر هیچ دسته قدرت پیدا نکرد که در صدر جدول دسته یووه رو عوض نماید. اینجا از یک سو رکورد یوونتوس، از سوی دیگر رکورد سرمربی ماوریسیو ساری رو باید بگویم. ساری یگان مرتبه در چمپیونات ایتالیا صاحب جایزه چمپیونی نگردیده است و این متخصص 61 ساله برای اولین بار با دسته یوونتوس چمپیونی. بعدا دیگر شاگردانش به او شامپان دادند. این روزها فراموش نمیشود. رونالدو نشد. تا دیروز سبقت نشانزنی میان رونالدو و ایموبیله در سطح عالی استوار بود، اما دیشب این سبقت مثل که تمام شد. ایموبیله با خطریک آخرینش از کریستیانو 3 گل پیش گذشت و امید اکثریت مخلصان کری رو برباد رفت. دیشب دسته ورونا از جانب دسته لاتزیو مورد تورومور قرار گرفت و حساب بازی 5-1 به نفع دسته لاتزیو خاتمه یافت. با اصطلاح سنایپر دسته چیرو ایموبیله در این بازی خطری کرد. رونالدو باشد امشب 1 گل زد و پنالتی رو زدن نتونست. بختش نخندید. همکنون ایموبیله با 34 گل در صدر روی خط بهترین نشانزنهای سری آ قرار گرفت و اکنون امکان دارد که با روبرت لواندوفسکی برای کفش طلایی را صاحب شدن مبارزه برد. بوندسلیگا تمام شده است و لواندوفسکی در آنجا 34 گل زده است. ایموبیله نیز 34 گل زده است و 2 بازی دیگر دارد. معلوم می شود که او نزدیکتر است از رونالدو و لواندوفسکی دیده شود. الکساندر امیلیانینکو و ماگامد اسماعیلوف این دو چهره بودند که چند روز اخیر سرخط رسانه‌های اطلاعاتی قرار داشتند و رقابت این دو نفر را در دایره رقابت‌های تشکیلات رسمی ACA 107 تمام مخلصان محاربه‌های آمیخته انتظاری می‌کشیدند. پیشتر امیلیانینکو اسماعیلوف را برای خود رقیب ارزنده نمی‌دانست، ولی اسماعیلوف اثبات کرد که او نه بلکه خود امیلیانینکو برای او ارزنده نبوده است. ما از جانب امیلیانینکو یگان ضربه خطرزا ندیدیم و گفتم می‌توانیم که رقابت را پورا اسماعیلوف اداره می‌کرد. در سوم راوند الک امیلیانینکو دیگر توپ ضربه‌های اسماعیلوف را نداشت. این در حالی است که امیلیانینکو 20 کیلو زیادتر از رقیب خود تفاوت داشت. با این نگاه نکرده اسماعیلوف امیلیانینکو با قول وایما را مغلوب کرد. بعد رقابت امیلیانینکو سخن زیاد گفت و خود را مثل که از آب صاف می‌برآورد. در یک صحبت خاصه با روزنامه‌نگاران گفته است که من این را برای خود مغلوبیت نمی‌خوانم و غلبه اسماعیلوف را نیز غلبه نمی‌گویم. من از جانب اسماعیلوف یگان ضربه خوب ندیدم. او فقط در زمین یا با اصطلاح در پارتر کار کرد. مخلصان برای آن نآمدند که ما را در پارتر ببینند. مرا می‌بخشد و پارتر فقط برای داغستانی‌ها عجیب است. دیگر هیچ کس آن را دوست نمی‌دارد. خلاص امیلیانینکو گفته است که من از جانب اسماعیلوف یگان ضربه سخت نخوردم. اکنون من همچون مخلص با امیلیانینکو مراجعت کرده میگویم که برادر چه خیلی یگان ضربه خوب ندیدی که با قول بچه‌های کوچه سر و رو تیت و پیت بود. رزمگر مغلوبیت را باید قبول کند. با فکرم امیلیانینکو در این درس استادش نبود. رقابت امیلیانینکو غیر از خودش دیگر به هیچ کس پسند نیامده است. همه دست روی سینه میگویند که امیلیانینکو نزد اسماعیلوف عاجز و ناتوان بود. الکساندر کاکارین فوتبالباز مشهور روس نیز در اینستاگرام از رقابت بد او انتقاد کرد و یک جمله نوشت: من از همشهری خود امیدهای کلان داشتم. اکنون باز با کاکارین میگویم دوستم، تو یگانه نفر نیستی که از او امید داشتی. مثل تو میلیون ها در روسیه از امیلیانینکو ملالند. جیمی واردی حمله‌گر دسته لستر از روی 2 فرضیه بهترین بازیگر دسته‌اش در موسم 2019 و 2020 شد. فوتبالباز انگلیس را هم مخلصان و هم فوتبالبازان دسته بهترین اعتراف نمودند. این زمان بازیگر 33 ساله بهترین حمله‌گر پرمیر لیگ انگلیس با 23 گل در 34 بازی دانسته می‌شود. باید ذکر کرد که واردی از سال 2012 در هیئت دسته لستر هنرنمایی می‌کند. اتحاد روزنامه‌نگاران فوتبال انگلیا همساله جایزه بهترین فوتبالباز سال و مکافات برای خدمت در ساحه فوتبال را تقدیم می‌دارد. جردن هندرسون محافظتگر لیورپول از روی فرضیه اتحاد روزنامه‌نگاران فوتبال بهترین بازیگر سال اعلان شد. هندرسون بعد آوازی از محافظتگر منچستر سیتی کوین دبروینه و حمله‌گر منچستر یونایتد مارکوس رشفورد و چند همدسته‌هاش از جمله حمایتگر ویرجیل وان دایک، سادیو مانه آواز بیشتر گرفت. جایزه
بهترین فوتبالباز سال از روی فرضیه ژورنالیستان فوتبال بعد از جایزه بازیگر سال از روی اتحادیه کسبی فوتبالبازان نفوذ دوم درجه دارد. کلیان امباپه قبل از بازی‌های لیگ چمپیون‌ها سب گرفت. در بازی برای به دست آوردن جام فرانسه که شب گذشته با اشتراک PSG و سنت اتین صورت گرفت، حمله‌گر پاریژیا با جراحت وزنین در دقیقه 27 ترک میدان کرد. حمایتگر لویک پارن در محاربه با بازیگر PSG دغل بازی نمود و داور بعد تماشای وار این فوتبالباز را از میدان خارج کرد. تشخیص طبی حالا درباره در کدام وقت برقرار شدن امباپه معلومات نداده است. یادآور می‌شویم که PSG 12 آگوست در مرحله یکچهار نهایی لیگ قهرمان‌ها با آتالانتا در سفر رقابت میکند. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.